الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم ضلوا السبيل. صحنه را الله تعالی از میدان محشر و میدان حساب و کتاب الله تعالی اینجا ترسیم کرده و این صحنه را الله تعالی تذکره می کند که در روز قیامت این صحنه پیش می آید و این صحنه در میان او کسانی که غیر خدا را عبادت کردند و غیر خدا را پرستش کردند با اونهایی که اونها را پرستش کردند، به اصطلاح عابدان و معبودان هر دوتا را الله روبرو میکنه. کسانی که غیر خدا را عبادت کردند او غیر خدا که پرستش شده اونها را هم روبرو میکنند با کسانی که مردم اونها را عبادت کردند، مانند حضرت عیسی علیه السلام، حضرت عیسی، حضرت مریم، حضرت عزیر و انبیاء علیهم السلام که توی دنیا عبادت شده هم، فرشتگان، جنات و سایر موجوداتی که غیر خدا عبادت شده همه اینها را میخواهند و روبرو میکنند دو طرف را که آیا شما اینها را گفتید که شما را پرستش میکنند و اونجا جای عدالت هست و جای انصاف ولهذا بسیاری از این مردم که غیر خدا را عبادت میکنن اعتقاد دارن که به ما گفتن ما را عبادت کنه. بسیاری به اولیاء الله نسبت میده که گفتن ما را که شما هر جا مشکل گیر کردید ما را فریاد بزنید، ما به حاجت شما رسیدگی میکنیم. توی مسائلی که پرستش میشه به خدا نسبت میدن، به بندگان نسبت میدن که الله تعالی هم تو قرآن جای متعدد میفرماید که نه هیچ دلیلی نداره برای عبادت غیر خدا، دلیلی وجود نداره، نه دلیل عقلی وجود داره و نه دلیل نقلی وجود داره. هیچ نقلی در هیچ کتاب نیامده است که غیر خدا عبادت میشه و همه کتاب ها، همه ادیان سماوی، همه پیامبران متفقند که تنها یک خدا معبود و پرستش و عبادت تنها و تنها لایق پروردگار است که الله لایق عبادت. روز قیامت اینهایی که پرستش شدند اینها را میخواهند و روبرو میکنند با کسانی که پرستش کردند و اونها را میفرمایند که شما گفتید اینها را شما را عبادت کنند. همه انکار میکنه که نه ما، بلکه از چنان چیزی اونها اطلاع هم ندارن. اونها میگن که ما اینها رو نگفتیم و نشایسته ماییم که ما بگیم که غیر خدا پرستش میشه. این نشایسته مایه، نه مناسب به حال ما و نه ما چنان دستوری ندادیم و غیر از خدا دیگه معبود وجود نداره. ولهذا وقتی وجود نداره هیچ کسی نمیتونی حرف بزنه و اینجا بالاخره همه اینها میگن که اینها همه دروغ میگن و ما به اینها نگفتیم ما را عبادت بکنن و اینها خودشون گمراه شدن و دلایل گمراهی را هم اینجا ذکر میکنه که نه برای چه گمراه شدن، چه چیزی را اینها را گمراه کرد و اینها فریب خوردن. و اینجا میگن که شما به اینها روزی دادی، برکات سر اینها روزی داده شدن، سلامتی داده شدن و اوضاع و احوالشون خوب بود. اینا خیال کردن که راهی که ما میریم این راه درست و همیشه مشرکین یک حرفشو همینه که اگر راه ما غلطه چرا جلو ما را خدا نمیگیره.
چرا روزی را بر ما قطع نمیکنه؟ چرا باران میریزه بر سر ما، نعمت میریزه؟ پس معلومه که الله راضی به این مسیر ما. و این اشتباهیه که توی دنیا مردم خوردن، ولهذا دنیا محل آزمایش، امتحانه و قرار نیست که کسی غیر خدا را عبادت کنه الله او را بذاره. قرار نیست که کسی که خدا را با خدا شریک بگیره باران ببنده، نانش را ببنده، آبش را ببنده، بلکه او را الله بیشتر روزی عنایت میکنه، بیشتر میریزه بر سر. مؤمنین در تمنا هستند، اما کفار اکثریت قاطعشان چنان بر ناز و نعمت کرد و حساب اونها فریب همین ناز و نعمت خوردن، خیال کردن رای اونا درسته، خیال کردن رای اونا بر حقه، بررسی نکردن، تحقیق نکردن و فریب این نعمت ها را خوردن و فریب مال خوردن، فریب سلامتی را خوردن و لحاظا بالاخره فکر نکردن که برم بررسی کنم، تحقیق کنم و لحاظا این سبب شد که اینها در غفلت بمانند و این نعمت ها اینها را مشغول کردن و این نعمت ها اینها را بررسی و تحقیق غافل کردن و لحاظا فریب خوردند و اینها توی گمراهی بودند. یک صحنه که جا اللہ تعریف میکنه که مایه حسرت میشه، مایه افسوس میشه برای کسانی که غیر خدا را عبادت کرد. همه پشیمان میشه، همه اونجا حسرت میبرن که ما چرا بررسی نکردیم و تحقیق نکردیم و الکی رفتیم عبادت کردیم. و روز قیامت دیگه قرآن خیلی سانه بیان میکنه. یک جایی سانه بیان میکنه که ملائکه را میپرسه که شما گفتید مردم شما را عبادت کردن. فرشتگان میگن ای الله اینا شیاطین عبادت کردن، چون اگر فرشتگان هم کسی پرستش کرده به دستور شیاطین میخوان شرک درست کردن و مردم از خدا دور کنن. این شیاطین هم که مردم میگه خورشید را پرستش کنید، ستاره را پرستش بکنید، درختار را پرستش بکنید، سنگار را پرستش بکنید، تمام این کار شیطان ہے. فرشتگان روز قیامت میگن که نه، ما را این عبادت نکردن بلکه اینها جنات عبادت کردن. اون جناتی که اونها گفتن که شما فرشتگان عبادت کن. یک جا هست که اللہ تعالی حضرت عیسیٰ را سوال میکنن که انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. آخر سوره مبارکه مائده هست. شما گفتید حضرت عیسیٰ را اللہ میگه شما گفتید که شما را و مادرتون مسیح عبادت کن. و حضرت عیسیٰ میگه پروردگارا اگر من این حرف گفته باشم برای من حق نیست من چنان حرف بزنم، و اگر من گفتم شما نیک میدانید، به خوبی میدانید که من گفته باشم. من اینها را گفته که الله را عبادت کنید، خدا را پرستش بکنید، خدا را بندگی بکنید. و لحاظ اینها که من عبادت کرده مادر من اینها را گفتم و نگفتم اینا را، من گفتم الله را عبادت کنید و لحاظ مقصر خود اینها هست. و این ها برای آنه که الله میخواهد فیصله به حق کنه و بدونی که خود اینها گمراه شده. گناه اینا به گردن کسی دیگه نیست، گناه مشرکین، گناه کسانی که غیر خدا را پرستش کردن، گناه بر گردن خودشون. نه انبیا مقصرن، نه فرشتگان مقصرن، نه بندگان صالح مقصرن و نه اونهایی که نگفتن، اطلاع ندارن و مردم اونها را پرستش کردن. و این صحنه روز قیامت در داوره و بسیار این واقعا صحنه خطرناکی است که این محاکمه و
به بارگاه الله تعالی روبرویی و مواجهه دو طرف در بارگاه الله صورت میگیره. و یوم یحشرهم، و روزی که الله حشر میکنه مشرکین و کفار را و ما یعبدون من دون الله، و آنچه که پرستش کردن غیر از خدا، فیقول انتم اضللتم عبادی هؤلاء، آیا شما گمراه کردین بندگان من؟ شما اینا را گفتید که شما شریک بگیرن پرستش کنن غیر خدا را، ام هم ضلوا السبیلا، یا اینها خودشون گمراه شدن. امروز شما اینا آشکار کنید که شما گفتید یا اینا خودشون گمراه شدن. الله میدونه که نگفتن، ولی این سوال برای اینه که واضح بشه اینا نگفتن، خود اینا گمراه شدن. قالوا سبحانك ما کان ینبغی لنا، گفتن میگویند که پاکی برای تو ای الله شایسته نبود برای ما کان ینبغی لنا، شایسته نبود برای ما ان نتخذ من دونک اولیاء، که ما بغیر از شما دیگه کارساز و دیگه معبود بتراشیم و بگیریم. شایسته ما نیست. ما این حق نداشتیم که غیر از تو پروردگارا دیگه معبود بتراشیم و شریک دوست بکنیم، و لحاظا ما نشایسته معبوده و نه ما چنان چیزی به اینها گفتیم که ما را پرستش کنه و عبادت، ولکن متعتهم، ولکن پروردگار آنچه که سبب گمراهی نشده این نکته بوده است که شما اینها را بهره دادی توی زندگی دنیا، متعتهم، بهره‌مندی دادی، بین روزی دادی، بین مال دادی، بین سرمایه دادی، و آباءهم، و پدرانشون را مال ریختی بر سرشون، ثروت دادی به اینها و گرفتار مال شدن، گرفتار منافع دنیا شدن، رقابت کردن با یک دیگه توی دنیا، و حتی نسوا الذکر، حتی که اینها فراموش کرده یاد تو از تو غافل شدن که خدای هست و ما او را پرستش کنیم، ما یاد او خدا را بکنیم که نعمتها را به ما داده، نه غرق شدن و مستغرق شدن توی این نعمتها، گرفتار شهوات نفسانی شدن، گرفتار لذات دنیا شدن، گرفتار عیش دنیا، خوردن و آشامیدن و پوشیدن و بهره‌مندی از زندگی دنیا سرگرم شدن، خدا را فراموش کردن و که این خدایی که نعمتها را داده باید او را عبادت کن، نه خیر، از خدا را به طور کلی اذیت کن. و لحاظا به جای پرستش خدا اینها با خدا شریک هم گرفتن، غیر خدا را عبادت کردن، دنبال نفس و شیطان رفتن و آخرت خودشون را تباه کردن و رویشون را سیاه کردن و کانوا قوما بورا، این شدن قوم هلاک شده، تباه شده. امروز شما دنیا را وقت نگاه بکنی، کسانی که با الله شریک میگیرن، کسانی که غیر خدا را پرستش میکنن، کسانی که به اعتقادات اسلامی و دینی منکرن، چقدر سرمایه الله داده، چقدر ثروت داده، چقدر گرفتار هوا و هوسن، خواهشات نفسانیان، گرفتار گناهن، گرفتار گناه هستن و لحظه فکری وقتی برای فکر کردن برای آخرت ندارن، وقتی برای اینکه نسبت به الله فکر کنن ندارن و خدا را یاد کنن ندارن، و این سبب اصلی تباهی اینا همین استفاده ها و بهرها و ثروت و دارایی دنیا شده است. فقط کذبوکم، لازم فرصتی که تحقیق کنن به حق و حق پیدا بکنن،
لہذا اینها نداشتا. فقط کذبوکم، اللہ می فرماید آئے مشرکین کہ با اللہ شریک گرفته اید، امروز تکذیب کردن شما را این معبود، این کسانی که شما پرستش کردید. شما حضرت عیسی را، حضرت مریم، فرشتگان، حضرت عزیر، اولیاء اللہ را و جنات را، ملائکه را پرستش کردید. امروز اینها شما را تکذیب کرد. بعضی معتقده که این سوال از چیزهای ذوی العقول میشه، اونایی که نطق دارن و اونهایی که ذوی العقولن، یعنی صاحبان عقلن، مثل جنات، مثل فرشتگان، اولیاء الله، انبیاء. ولی قرآن عظیم و شان آیات هست جو مطلق هست و فرموده که وما یعبدون من دون الله، ولهذا ما یعبدون من دون الله عام ہے. روز قیامت چه بسا اللہ تعالی همون درخت و سنگ و هر چیز بوتی را که پرستش کردن، حالا این بوتا معمولا به یک جای منصوبن و این مجسمه افراد خاص عبادت میشن و در واقع عبادت همون اشخاص. ولی اگر اینها هر چیزی را عبادت کردن، توی عام عمومی این آیت میتونه داخل باشه. اینا رو روز قیامت الله به نطق در میاره، اونها هم به سخن میآیند که اینها ما را پرستش کردن، ما نگفتیم، ما اطلاعی از عبادت اینها نداریم. و لحظه میتونه این آیه به همون عمومش بگذاریم و یوم یحشرهم و ما یعبدون من دون الله. اینجا ما هم الله آورده. ما معمولا هم ذوی العقول و غیر ذوی العقول شامل میتونه باشه. من برای ذوی العقول، البته من که برای ذوی العقول گاهی ذوی العقول غالبا میدم و غیر ذوی العقول او هم شامل میشه و این یک قانون عربی بود. فقط کذبوکم بما تقولون، الله میگه نه شما تکذیب کردن به هر چیزی که شما گفتید. شما معتقد بودید که اینها شما را گفته عبادت کنید، اینا که میگه ما نگفتیم، پس شما چگونه اینا را عبادت کرد؟ فما تستطیعون، امروز الله می فرماید شما نمیتوانید صرفا ولا نصرا، نمیتوانید که از عذاب الله و از مؤاخذه خدا بگردید. ولهذا هیچ قدرت شما را نمیتونه از دست خدا نجات بده، صرف همینه. و شما از این حساب و کتاب فرار کنید، شما از مؤاخذه الله گریز کنید، ولهذا نمیتونه شما از دست خدا خلاص بشید، نجات حاصل ولا نصر. و شما توانایی ندارید امروز برای شما امکانات نصرت، یاری و مددگاری هیچ کسی فراهم نیست. کسی نمیتونه شما را امروز نصرت کنه. شما ماندید توی کارتون، لہذا نه راه فرار دارید نجات و نه راهی که کسی به قدرت و زور شما را نصرت کنه و یاری کنه و امروز شما گرفتار شده. و اینجا الله تعالی می فرماید قانونش را بیان میکنه که و من یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا، هر کسی از شما ظلم مرتکب باشه ما میچشانیم او را عذاب بزرگی. توجه داشته باشید که ظلم با اینجا چون باعث شرک و کفر، همون کفر شرک میتونه باشه، ولی ظلم عامه، ظلم بزرگ و ظلم های کوچیک شامله، لہذا میتونه شامل باشه. هر کسی از شما ظلم مرتکب شده، یعنی با خدا شریک گرفته و غیر خدا را پرستش کرده، ما میچشانیم او را عذاب بزرگ. اینجا این ظلم ها گرچه من عرض کردم که ظلم عام میتونه باشه، ولی به قرینه اینجا که عذاب کبیر آمده و لحظه ظلم به معنی شرک و کفر کنه، به او عذاب بزرگ و سنگینی میچشانه. و همینا را که اینجا حاضر کرده الله، اینجا قانونش را میگه رو در واسطی و کسی نداره
ملاحظه کسی را الله نمی کنه. هر کسی که مرتکب شرک شده و کفر شده و ظلم عظیمی را مرتکب شده، گناهی هم عذاب کبیر و عذاب بزرگ مرتکب میشه. کسی هم امروز شما را نجات نمیده. این بحث اینجا تمام شد و صحنه از میدان محشر الله بیان کردن و این نوع صحنه ها توی قیامت متعدد و فراوان و یک جای همین هم صحنه را الله بیان کرده در سوره یونس و اونجا اینه که همین معبودان میگن فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم ان کن عن عبادتکم لغافلین. میگه خدا گواهی به همون کسانی که اینا را عبادت کردن با اونها روبرو میشن. میگه خدا گواهی که ما از عبادت شما بیخبر بودیم. حضرت عیسی میگن روز قیامت، حضرت مریم میگن، انبیاء و اولیاء میگن، جنات و فرشتگان میگن و جمیع کسانی که غیر از خدا عبادت شدن شاهد میگیرن خدا را که ما از عبادت شما اطلاعی نداشتیم. شما ای همه فرستش کردی، ای همه عبادت کردی و بعد از ما عبادت کردید، ما اطلاعی نداری که شما عبادت کردید. و لحظا اینجا در این صحنه رسوا میشن کسانی که غیر خدا را عبادت کردن و حرف گوش نکردن. و ما ارسلنا قبلک من المرسلین، این همون جواب گذشته که اینها گفت پیامبر نباید انسان باشه، انسان نمیتونه پیامبر باشه، فرشته باشه که از خوردن و آشامیدن پاکه، از نیاز پاکه، بازار برای خریدش نره و نیاز داشته نباشه. لحظا گفتن که فرشته است. انسان از کجا میتونه صاحب وحی باشه و با خدا کلام بکنه؟ و این گفتن که انسان پایین‌تر از اینه، به انسانیت اینها توهین کردن و منزلت و مرتبت انسان را پایین آوردن. الله میفرماید اگه حرف شما درست باشه که انسان نمیتونه پیامبر باشه و لحظه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیامبر نباشه، و پیامبران گذشته را شما چه کار میکنه؟ ابراهیم، موسی، عیسی، نوح، همه این پیامبران بشر بوده، انسان بوده. آن حضرت که تنها توی میدان نیستن. شما رسالت آن حضرت انکار میکنید، رسالت انبیاء دیگر چه کار میکنید؟ ولهذا همه انبیاء بشر بوده و انسان و حکمت خدایه که به هر حال بشر و انسان نیاز داره مثل ما استراحت میکنه، عبادت میکنه. ولهذا اگر فرشته بیاید که ما نمیتونیم، فرشته الگوی ما باشه، فرشته 24 ساعت عبادت میکنه، خواب نداره، خوردن نداره، ما که نمیتونیم اقتدای فرشته را بکنیم. ما اقتدای کسی را میتونیم بکنیم مثل ما نیازمند باشه و بعد این نیازهایی که داره الله را هم بندگی بکنه، بخوابه عبادت کنه، ازدواج کنه، اولاد داشته باشه، اولاد رو تربیت بکنه. ما بدانیم تربیت اولاد چگونه، ما بدانیم حق زن چیه، حق خویشاوندان چیه. و ما ارسلنا قبلک من المرسلین، و ما نفرستادیم قبل شما از انبیاء الا انهم، مگر اینکه این انبیاء لیاکلون الطعام، نان میخوردن و یمشون فی الاسواق، به بازار میرفتن تا نیازشون خرید بکنن. تو بازار میرفتن، مردم ملاقات میکردن، به دین دعوت میدن، تو بازار میرفتن نیازشون خرید بکنن. انبیاء که نوکر و چاکر و خدمتگزار و لشکری نداشت. و اینها گفتن که ما لهذا الرسول، جواب همونه یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. چه شده این رسول به بازار میره و این خرید میکنه و این نان میکنه. الله میگه کل انبیاء همه اینطور بودن و لحظه شما نمیتونید که کل سلسله انبیاء را انکار کنید.
و لحاظا همه انبیاء بشر همه انبیاء انسان، اما انسان های ویژه، انسان های خاص، انسان های مقدس و بندگان مقرب الله تعالی. و جعلنا بعضکم لبعض فتنه. دیگه مطلب بزرگی را الله بیان میکنه، میفرماید که من بعضی را از شما برای بعضی فتنه گردانیدم. فتنه به معنی آزمایش. الله میگه دنیا محل آزمایش است و ما بعضی را برای بعضی آزمایش کردیم. انبیاء را فرستادیم، ملت ها را آزمایش کردیم که قبول میکنه که قبول نمیکنه. میگه پیامبر بشر هست، این نان میخوره، بازار میره، نیاز داره. این کسانی که توی آزمایش شکست خورد. و همینطور انبیاء را فرستاده که تایید میکنه و تصدیق میکنه، که تکذیب میکنه. و انسانها را با یک دیگه آزمایش کرده الله. بعضی را فقیر کرده، بعضی را سرمایه دار کرده است تا آزمایش کنه که فقرا صبر میکنند یا نه، تا اغنیا شکر خدا را ادا میکنند، این فقرا میرسن یا نه. بعضا مریض کرده الله، بعضا سالم کرده تا مریضا را آزمایش کنه که این سالمه را که میبینن چه فکر میکنن، آیا صبر میکنن. بعض الله تعالی سلامتی میخواهند یا نه اینا به ناشکری میپردازند. به مثل کسی میگه خدا تو منو دیدی که منو مریض کردی، بله تو منو دیدی که فرزند منو بردی. بعضی همین میگه دیگران ندیدی منو دیدی. این آزمایش. یکی را الله فرزندش را میبره، یکی را کور میکنه، یکی سالمه، یکی پیاده، یکی به دوچرخه سواره، یکی به بهترین ماشین آخری سواره، یکی داره هواپیمای، یکی میخزه به دنیا. یک نابینایی که دستش را گرفته نمیبینه راه. کل اینها آزمایش. یکی را زن قرار داده، یکی را مرد قرار داده که زنان آیا چه فکر میکنن؟ آیا میگن که ما را چرا الله زن آفرید مرد نه؟ حالا ممکن اینطوری هم مرد باشن که میگن ما را چرا مرد آفرید و ما را زن نیافرید. توی خانه می نشستیم، نان برای ما دیگر هم می آوردن و می نشستیم راحت. و این مردا بدبختن میره زحمت میکشن، عرق میریزند. اینطوری هم آدم هست توی دنیا که حالا مثلا تلاش میکنن بعضی جا اینطوری مسائلی که مثلا فکر میکنه این که زن میشدن برای اونا بهتر بود از مرد. و این تو برعکس. این فکر کردن غلطه. هر کسی به حیات به هر حالی هست شکر خدا را بجا بیاورد. و اگر کسی آقا به سر پا را میره نگاه نکنه اونا که ماشین سواره، بگه الله اینه تو ماشین سوار کردی منه چرا پد. اونا نگاه کنه که آقا به زمین میخزه. اونی که به تو چرخه سواره اونا نگاه کنه که پیاده. و همینطور همین فرموده که انسان اونا نگاه کنه که حالش از ما پایین تر. اگر ما مشکلی داریم، دندانمون درد میکنه، سر درد میکنه، اونا نگاه کنه که گرفتار سرطانه. و الحمدلله من سالمم، درد چیزی نیست. و همیشه اونی که گرفتار سرطانه اونا نگاه کنه که حالش بدتر از اوست. و جعلنا بعضکم و ما قرار دادیم بعضتون را برای بعض فتنه. آل حق الله با باطل می آزماید، باطل با حق می آزماید. اینجا درگیری آقا جنگ بدر و جنگ است، درگیری و احد و جنگ احزاب بوده. همه جنگ ها بر سر حضرت بوده. این همه آزمایش بوده. الله حق با باطل آزمایش میکنه، مؤمن با منافق آزمایش میکنه و صالح با ناصالح آزمایش کنه. کل دنیا یک نمایشگاه از آزمایش و از امتحانه که شما ببینید سبحان الله چقدر طیفها مختلفن، صنفها مختلفن، رنگها مختلفن و همه چیز تفاوت داره. این کل آزمایش. و جعلنا بعضکم
لبعض فتنة اتصبرون. الله میگه صبر میکنید، صبر بالاترین برنده کیه در این میدان؟ در کسی که صبر میکنه. پیامبر که گفتن شما میخورید نان و تو بازار میرید و انکار کردن و قرآن رد کردن، پیامبر مورد آزمایش با این انسان های باطل. انسان ها مورد آزمایش با پیامبر، همه ما مورد آزمایشیم. الله میگه شما صبر میکنید، یعنی چی که مد نظر خدایه، مورد نظر خدایه در همه عرصه صبر و صبر بالاترین عبادت ته. هیچ سجده و نماز و عبادت برابر با صبر نمیشه. صبر و تحمل و شکیبایی این بزرگترین نعمت و بزرگترین عبادت پروردگار. اتصبرون و کان ربک بصیرا، و بیشک از پروردگار تو بینا. الله صابران میبینه، صبر کنندگان الله خوب تشخیص میده. تو این عرصه، تو این سانه های آزمایش الله با صابران، ان الله مع الصابرین، و خدا با صابران و این نعمت. و الله میگه بینا هست و صابران خوب میبینه. از اونایی که صبر نکنن جزا فضا میکنن، داد و بیداد میکنن و بی صبری میکنن و ابروی خودشون را میبرن. توی میدان آزمایش حق و باطل حق باید صبر بکنه و تحمل داشته باشه و بندگان صابر نزد الله تعالی ارزش دارن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.